تا شده از خودتون بپرسید که مکانیزم ماشه چیه؟ اگه فعال بشه چی میشه؟ خب ببینید این مکانیزم ماشه جدیداً خیلی جنجال برانگیز شده و خب عملا میتونه یک دوره تاریک رو برای ما ایجاد کنه و امروز قراره بگیم که چیه. یه بند توی برجام هست به نام مکانیزم بازگشت خودکار تحریم ها که با نام مکانیزم ماشه هم ثبت شده و هنگامی که فعال بشه چه اتفاقی میفته؟ یک شبه بعد از فعال شدنش تمامی تحریم‌های بین‌الملل و سازمان ملل بر علیه ایران فعال میشن، یعنی تحریم‌هایی که تعلیق شده بودن و هیچ کشوری نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی میگیم هیچ کشوری نمیتونه جلوشو بگیره منظورمون اینه که چین و روسیه که حق وتو هم دارن هیچ کاری نمیتونن بکنن، عملاً هیچ غلطی نمیتونن بکنن. و تبعاتش چیه؟ بذارید اینطور بهتون بگم که صادرات خاموش میشه، بانک‌ها قفل میشن، واردات مخصوصا غذا و دارو فلج میشه، جابجایی پول نابود میشه. بذارید همه چیز داره قانونی میگیم ما، یعنی همه اینها اون بخش‌های قانونیشن. و اینکه اجماع بین‌الملل بر علیه ایران تشکیل میشه. خب اجماع بین‌الملل برای ایران تشکیل شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اون کشوری که میخواد بگه هی ببینید من بی‌طرفم، من هیچ کاری با شما ندارم، بی خیال من بشه، حتی اون کشورم باید پیروی کنه چون بحث بین‌الملله. بذارید اینطور بگم تا الان همه چیز اولش بوده، اینا چیزای ساده بودن. اگه این روند ادامه پیدا کنه پرونده میره شورای امنیت. بره شورای امنیت چه اتفاقی میفته؟ ممکنه ببینید ممکنه بره زیر فصل هفتم. به این دلیل اتفاقاتی میفته. جنگ با ایران مشروعیت بین‌الملل پیدا میکنه. اون موقع کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا که بخوان به ایران حمله کنن بهانه‌های خیلی بهتری دارن، دلایل خیلی بهتری دارن، چون که عملا این پرونده داره میگه که ایران یک تهدید جهانیه. خب میرسیم به این بخش‌ها که تموم شدن. بذارید خیلی ساده بهتون بگم قضیه چیه. ایران توی این منجلاب گیر افتاده چون برجام و این مکانیزم ماشه یک گند تاریخیه که بلیت ورود ایران به گاه هست و قراره بعد از فعال شدنش همه ما به گاه بریم.